خب سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و ترم خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید. امروز میخوایم راجع به پردازش تصویر صحبت کنیم. مقدمات پردازش تصویر به عنوان یکی از ابزارهای بسیار جذاب و کاربردی که قراره توی این تمرین باش آشنا بشید و امیدوارم با موفقیت این رو هم پشت سر بذارید. توی این ویدیو میخوایم راجع به اول از همین صحبت کنیم که اصلا پردازش تصویر چیه، چجوری تصویرها به عنوان سیگنال ها شناخته میشن. بعد از اون راجع به ابزارهای پردازش از جمله کانولوشن، یک ابزار خیلی مهم و شناخته شده صحبت کنیم. حالا یه سری پارامترها و چیزایی داره مثل پدینگ، استراید و پولینگ. خب اینا رو هم با جزئیات توضیح میدیم و در نهایت راجع به فوریر ترانسفورم صحبت میکنیم به عنوان یکی از راههای جایگزین کانولوشن، یه حرکت سریعتر اگه بخوایم بزنیم فوریر ترانسفورمه که خب اون رو هم راجبش توضیحات خوبی رو داریم. توی این بین صحبت هامون هم راجع به نورال نتورک هم صحبت میکنیم، چجوری از کانولوشن توی نورال نتورک استفاده میشه، اما خب به صورت خیلی مختصر میخوایم صحبت کنیم چون اصلا جاش توی این درس و تمرین نیست. اول از همه راجع به انواع سیگنال ها اگه بخوایم صحبت کنیم، البته بسته به اینکه به چه متغیری وابسته هستن، چون سیگنال ها میتونیم به روش های دیگه هم دسته بندی کنیم. یکی از اونها تمپورال سیگنال ها هستش. تمپورال سیگنال ها به زمان وابسته هستن. سیگنال های یک بعدی این نوع سیگنال ها رو تشکیل میدن، از جمله رادیو سیگنال ها که با تغییر حالا زمان مثل این شکلی که شما میبینید یه مقادیری از اون عوض میشه و وابسته به زمان. از طرفی سیگنال های فضایی رو داریم مثل عکس های که حالا توی دو بعد یا سه بعد نشون داده میشن. خب اینا یه دنسیتی دارن که توی فضاهای مختلف شدتش تغییر میکنه. در نهایت سیگنال های فضایی زمانی رو داریم. این سیگنال های فضایی زمانی در واقع ترکیبی از دو تا سیگنال بالایی هستن، یعنی هم از خاصیت فضایی و هم از خاصیت زمانی استفاده میکنن. ویدیوهایی که ما توی گوشی هامون مشاهده میکنیم دقیقا همین تعریف رو دارن استفاده میکنن. با گذشت زمان و از طرفی با گذشت فضا این سیگنال ها تغییر میکنن. تصاویر همون جوری که قراره توی این تمرین باشون حسابی کار کنیم، توی جزء سیگنال های اسپیشال حساب میشن، سیگنال های فضایی که توی دو حالت ما میتونیم اینا رو دسته‌بندی کنیم. عکس های گری اسکیل ایمیج، اینا جزء تصاویری هستن که خب توی دو بعد نشون داده میشن. توی بعد اولش مثلا ما میتونیم مختصات ایکسش رو بذاریم، بعد دومش مختصات ایگرگش رو و محتویات این دوتا رو توی این آرایی که ما ذخیره کردیم. میزان شدت روشنایی هستش که از 0 تا 255 و هر چقدر عددش بزرگتر باشه میزان شدت نور سفیدش رو به ما میگه. از طرفی سیگنال های یعنی عکس های RGB رو ما داریم. توی این عکس ها خب توی سه بعد قرار نشون داده بشه. توی بعد سومشون از سه تا کانال در واقع تشکیل میشن، کانال قرمز، سبز و آبی. و این شدتی که ما گفتیم 0 تا 255 قرار راجع به مقدار قرمز بودن، سبز بودن و آبی بودنشون به ما اطلاعات بده و در نهایت تصویر رنگی زیبا رو مثل این تصویری که از آقای یان لیکان می‌بینید داشته باشیم. حالا بعد این که اصلا راجع به ایمیج ها صحبت کردیم، این که گفتیم ایمیج پروسسینگ، پردازش تصویر، دقیقا منظورمون چیه؟ ما وقتی که یه تصاویری رو میگیریم، همونجوری که مثلا توی این عکسی که می‌بینید که کاملا گریز شده هستش، هدفمون اینه که یه سری ویژگی ها رو ازش در بیاریم، حالا یه کاری باش بکنیم دیگه، مثلا حجمش رو کاهش بدیم، یا اینکه ویژگی مفیدش رو پیدا کنیم، یه درکی ازش داشته باشیم. که خب اگه بخوایم یه چیزای خیلی مقدماتی از روش هایی که تا الان واسهشون استفاده شده رو واسه پردازش تصاویر صحبت کنیم، خب یکیش مثلا همین ایمیج کامپرشن هستش که سعی میکنه سایز ایمیج رو کاهش بده، اما به طریقی بعد این کار انجام بده که طبیعتا وقتی دوباره شما اون عکس رو میبینید یه درکی ازش داشته باشید و همون درکی رو داشته باشید یا تقریبا همون درکی رو داشته باشید که از عکس اصلیش و ردوس نشدهش داشتید.
یا از طرفی مثلا سعی کنیم کیفیت یه عکس رو افزایش بدید، یه سری ویژگی هاش رو بهتر کنید. یکی از کارهای مهم دیگه فیچر اکسترکشن هستش. توی فیچر اکسترکشن خب ما تلاش میکنیم که یه ویژگی هایی توی این عکسی که به عنوان ورودی ما گرفتیم دریافت کنیم. مثلا یکی از کاربردهای خوبش توی فیس ریکگنیشنه که ما تشخیص میدیم این چهره مال چه کسیه، یا همین عکسی که از یه گربه آوردم یه عکس رو ما دریافت میکنیم و طی پردازش‌هایی بفهمیم که این یه گربه هستش. یا ایمیج سگمنتیشن که سعی میکنه عکس رو به بخش‌های مختلفی تقسیم کنه و یه سری اطلاعات مفیدی رو ازش بگیره. اما خب همه اینا چجوری انجام میشه؟ با اکثر اینا حالا توی یکی از روشامون از جمله کانولوشن هستش، با اسپیشال فیلترینگ انجام میشه. توی اسپیشال فیلترینگ ما یه تصویر همونجور که اینجا میبینید رو میگیریم، یه بخشی ازش یه سری اطلاعات دریافت میکنیم و سعی میکنیم یه سری پردازش هایی رو انجام بدیم و توی یه تصویر خروجی دیگه اون چیزی که ما میخوایم رو با استفاده از ورودی که داشتیم و فانکشنی که اعمال کردیم ذخیره کنیم. که خب فیلترها انواع مختلفی مثلا دارن، حالا مثلا از جمله فیلترهای مثلا لو پس که سعی میکنن فرکانس های پایین یک ایمیج رو بگیرن، فیلترهای های پس که فرکانس های بالاش رو میگیرن، فیلترهای اج دیتکشن و حالا چیزایی که ما توی این پروژه قراره باشون دست و پنجه نرم کنیم. اما کانولوشن، مفهوم کانولوشن توی ایمیج پروسسینگ رو اگه بخوایم اول توضیح بدیم، یعنی یه بار دیگه مفهومی که توی درس شما خوندین رو بررسی کنیم. این یه فرمول کانولوشن هستش که خب طبیعتا به خوبی باید باش آشنا باشید و خب همین فرمول رو اگه ما بخوایم به جای اینکه فقط به یه n وابسته باشه به دو تا متغیر وابسته‌اش کنیم، مفهوم کانولوشن دو بعدی رو واسه ما تولید میکنه و این فرمولی میشه که دقیقا شبیه همونی که هستش، یه متغیر دیگه هم اضافه شده که بتونیم مثلا توی ایمیج ها ازش استفاده کنیم. در واقع توی ایمیج ها و یعنی در واقع پردازش تصویرها از یه مفهومی به اسم کارلیشن استفاده میکنیم. اما خب دقیقا همین هستش، حالا این مثلا یه جمعی داره، ولی خب چون نخواستیم دیگه خیلی پیچیده بشه همین کانولوشن رو ما به شما اگه توضیح بدیم دقیقا همون کار رو قرار استفاده کنه. و البته اصلا حالا دانشمندان وقتی خواستن استفاده کنن از این مفهوم، با وجود اینکه کارلیشن بود کارشون، اما خب اسمش رو همون کانولوشن گذاشتن. مفاهیمش خیلی شبیه به همن، فقط صرفا خواستم بگم که اگه به جای کارلیشن هم دیدین نگران نباشین، دقیقا همین مفهوم هستش. خب اگه الان بخوایم راجع به کرنل ها صحبت کنیم، یه بار دیگه اگه به فرمول قبلی برگردیم، این فرمول کانولوشن دو بعدی که مثلا ما داشتیم اینطوری بود که F حالا مثلا ایمیج ما رو تشکیل میداد و قرار بود که این W که ما الان میخوایم راجبش صحبت کنیم اسمش رو کرنل میدونیم یه سری حرکاتی رو داشته باشه تا حاصل کانولوشن رو به دست بیاره. دقیقا همونطوری که مثلا توی کانولوشن یه بعدی هم داشتیم دیگه، اینطوری بود که ما استینال x مون رو داشتیم، بعد قرار بود h بیاد یه لغزش هایی رو حرکت هایی رو داشته باشه، مثلا از منفی بیاد تا 180 و یه سمپل هایی رو بگیره و حاصل نهایی رو به عنوان حاصل کانولوشن ذخیره کنه. اینم دقیقا همینه دیگه، یه سری حرکاتی رو منتها توی دو تا محور x و y قرار انجام بده. مثلا ما اینجا نشیم s و t و بعد از اینکه این سمپل رو انجام بدن حاصل کانولوشن دو بعدی میشه. از یکی از اجزای مهمش کرنل هستش. مثلا این یه کرنل یه نوع کرنل که مثلا 3 در 3 هستش، ماتریس با این مقادیری حالا مشخص که خب طبیعتا وقتی یه ایمیج قرار بیاد اینجا شما مثلا صفر ضریبش صفر میشه، اینجا یک میشه، اینجا صفر میشه که الان من توی ادامه میخوام توضیح بدم. پس کاری که کلا میکنه اینه که اگه مثلا این یه تصویر ما باشه، این وران ورودی ما باشه و اینجا یه کرنل داشته باشیم، اینا رو نظیر به نظیر قرار ضرب کنه. یه بار پس یه بار ما این کرنلمون رو میذاریم روی این ایمیجمون، این دو تا یعنی این ماتریس 3 در 3 که داریم دو تا خونه اول از این ور دو تا خونه اول از این ورش ما میگیریم و این مقادیرش نظیر به نظیر ضرب میکنیم، 0 در 0، 1 در 1، مثلا 3 در 2 و 4 در 3. اینا رو با هم جمع میکنیم. جمعشون که کردیم توی خونه اول خروجیمون اینو میذاریم. دوباره این مثلا این عکس رو این کرنلمون رو یه بار شیفت میدیم رو به جلو،
بعد مثلا حالا قرار مثلا 1 در 0 ضرب بشه، 2 در 1 ضرب بشه، 4 در 2 ضرب بشه، 5 در 3 ضرب بشه و حاصل جمعشون 2 میشه 25. بعد این کل روندیه که توی کانولوشن تصاویر داریم، خیلی شبیه به همون کانولوشن یه بعدی و به این طریق ما کانولوشن دو بعدی رو انجام میدیم که خب طبیعتا اگه هر چقدر سایز این کرنل ما بزرگتر باشه، سایز این ماتریسی که ما داریم مقادیر بیشتری رو پوشش میده و خب یعنی اینفورمیشن های بیشتری رو داره، اما خب تعداد ضرب های ما بیشتر میشه. تعداد ضرب های ما وقتی بیشتر بشه افیشنسی کارمون میاد پایین. از طرفی اگه بخوایم با کرنل های کوچیکتری کارمون رو انجام بدیم، خب توی هر بار انجام دادن این عملیات اطلاعات کمتری رو داریم میگیریم و خب این اطلاعات کمتری که داریم میگیریم باعث میشه خب این تصاویر کمتر به دیتیل کاری که ما میخوایم توجه کنیم. پس اگه یه بار دیگه ما میخوایم این رو نشون بدیم توی این تصاویر، اینجا میبینید که الان یه ماتریس 5 در 5 یه کرنل 3 در 3 داریم. اینطوری که مثلا میبینید اینجا اومده نظیر به نظیر هر کدومش رو ضرب کرده، یه بار بعد که اینا رو ضرب کرد دونه دونه همدیگه رو جمع میکنه و حاصلش مثلا 559 شده و این بعنوان مثلا خروجیه که توی اون یکی از خونه های اون کرنل تصویرمون قرار اعمال بشه. اما خب یکی از مشکلاتی که احتمالاً توی تصاویر قبلی هم یه بار شما بهش توجه کرده باشید اینه که مثلا اینجا ببینید یه تصویر 3 در 3 داریم دیگه، یه ماتریس 3 در 3 اصلا مثلا راجع به تصویرش هم صحبت نمی‌کنیم. یه کرنل 2 در 2 واسش اعمال کردیم. اگه بخوایم اینا رو نظیر به نظیر ضرب کنیم، خب یه بار یعنی اگه فقط یک بار هم مثلا هر بار این کرنل ما جابجا بشه، مثلا اینجا یه بار الان تا اینجا رو اعمال کردیم، مربع اینجا رو مثلا محاسبه کرده، بعد میاد مربع اینجا رو محاسبه میکنه، دفعه بعدی یه بار از لحاظ عمودی یه بار میاد پایینتر از این مربع 3 4 6 7 رو محاسبه میکنه، بعدش 4 5 7 8. اتفاقی که افتاد چی بود؟ 4 تا مقدار ذخیره شد. درسته؟ تصویر ورودیمون 3 در 3 بوده، تصویر خروجیمون 2 در 2 میشه. این اگه توی ابعاد بزرگتری اگه بخوایم راجبش صحبت کنیم، اول از همه خب یه فرمولی داره دیگه، یعنی بعد اینکه حالا ما بخوایم اینو به صورت ریاضیاتی بررسی کنیم که خروجیمون داره چه شیپی هستش، فعلا به این دو تا پارامتر یعنی توجه نکنید. اگه بخوایم بعد خروجی یه تصویر رو داشته باشیم، یعنی ببینیم از چه داره چه شیپی هستش، میگه شیپ ورودی رو منهای کرنلش کن، منهای سایز کرنلش بکن، بعد به اضافه یکیش کن. خب یعنی همین عملیات ساده رو اگه بخوایم انجام بدیم، خب وقتی که منهای یعنی منهای سایز کرنل بشه، طبیعتا تصویر خروجیمون قراره کوچیک‌تر بشه دیگه. همونطوری که توی این تصویر مثلا الان یه تصویر لباس مثلا 32 در 32 بوده، بعد یه کرنل 5 در 5 رو که اعمال کرده، بعد یه بار اعمال کردن کانولوشن یه تصویر 28 در 28 به وجود اومده. مثلا بعد 7 بار اعمال کردن کانولوشن روی همون مثلا تصویر خروجی یه عکس 4 در 4 به وجود اومده. خب این اصلا چیز خوبی نیست. ما شاید بخوایم دقیقا به همون اندازه‌ای که توی تصویر ورودی بوده بعد اعمال کرنل هامون تصویر خروجی رو داشته باشیم. پس باید چیکار کنیم؟ به نظرم اینجا رو یه فکر کنید بعدش تا بریم سراغ سلاید بعدی. راهکاری که ارائه میشه و خب قرار این بخش از فرمول ما، یعنی به علاوه 2 پی که هست رو تشکیل بده، استفاده از اصطلاح پدینگ. پدینگ ببینید اینطوریه که ما همین تصویر قبلی رو مثلا که داشتیم، میاد اطرافش رو، یعنی به اون تنها راهکاری که مثلا به ذهنش رسیده اینه که تصویر ورودیمون رو بزرگتر کنیم. یعنی اگه بخوایم یه تصویر داشته باشیم که خروجیش به همون اندازه تصویر ورودی اولیه‌مون باشه، این تصویر اولیه‌مون رو یه بار بزرگتر کنیم، بعد اندازش بشه، بعد اینکه مثلا کرنل ها رو روش اعمال کردیم اندازش بشه اون تصویر اولیه‌ای که هنوز ما بزرگش نکرده بودیم. و خب پدینگ حالا مثلا چیکار میکنه؟ اگه این سایز های پیکسل هامون باشه توی این مربع 3 در 3، میاد اطرافش رو صفر میذاره و خب در واقع 3 در 3 الان مثلا وقتی که اطراف این مربع ما صفر بهش اضافه شده، یه مربع مثلا یه ماتریس 5 در 5 ساخته شده و وقتی که دوباره این کرنل رو روش اعمال کرده، مثلا یه تصویر 4 در 4 وجود اومده. و خب اینطوری دیگه مثلا حالا شیپش حالا بیشتر تغییراتی نشده. البته حالا یه راهکار دیگه ای هم داره که ما با جزئیات جلوتر میگیم،
و مثلا اینجوری که می‌بینی دیگه حالا وقتی کرنل میخواد اعمال بشه از اینجای تصویر شروع نمیشه، میره از بالاتر مثلا گوشه چپی شروع میکنه اونجایی که صفر هم داره و خب یه تصویر خروجی رو میسازه. و خب اون صفرها تاثیر زیادی هم نمیذارن دیگه، چون هیچ جزئیات خاصی رو نداره، هیچ روشنایی نداره و به خاطر این یه مقدار ثابتش رو میدن. البته راههای دیگه هم وجود داره واسه پدینگ گذاشتن، ولی خب ما صرفا داریم راجع به پدینگ صحبت میکنیم که یه مقدار کانستنت میذاریم و اون مقدار کانستنتمون هم صفره، چون یه شرط ایدئالی رو واسه ما رقم میزنیم. دو نوع پدینگ معروف داریم به کانولوشن ها: پدینگ های ولید و پدینگ های سیم. پدینگ ولید میگه آقا هیچ کاری نکن، یعنی مثلا هیچ پدینگ اضافه نکن، چون وقتی ما میخوایم از کانولوشن مثلا توی سری تابع استفاده کنیم، مثلا تابعی که از پیش ساخته شدن، اه، میگن که نوع پدینگت رو هم به ما بگو. بای دیفالتش مثلا اینجوریه که اوکی پدینگ ولید من نمیذارم و اینکه یعنی هیچ نوع پدینگی من نمیذارم در واقع منظورش این. یعنی همون تصویر رو میدم به کانولوشن. از طرفی اگه پارامتر سیم رو بهش بدیم، یعنی سعی میکنه که اندازه تصویر خروجیمون دقیقا همون اندازه‌ای باشه که توی تصویر ورودی باشه. خب حالا بعد اینکه ما پدینگ رو متوجه شدیم، یه مفهوم دیگه توی کانولوشن وجود داره، مفهوم استرپ. نحوه چینش، یعنی تغییراتی که این کرنل ما قرار انجام بده هم مهمه دیگه. حالا مثلا تا الان گفته بودیم پدینگ بهش اضافه می‌کنیم، به تصویر ورودی یه سری صفرها اضافه میشه که مثلا شیپ آوتپوتمون رو به یه طریقی کنترل کنیم. از طرفی سایز کرنل هم مهم بود. حالا راجع به استراید اگه بخوایم صحبت کنیم، اون کرنلی که ما می‌خوایم اعمال کنیم، مثلا اینجا تو این تصویر 4x4 یه کرنل 2 در می‌خوایم اعمال کنیم. تا الان که داشتیم که مثالا بررسی کردیم، بعد اینکه حاصل ضرب این ایمیجمون در کرنلمون رو پیدا کردیم و حالا موادی رو با هم جمع کردیم اینجا گذاشتیم، کرنل رو یه دونه شیفت میدادیم جلوتر دیگه، درسته؟ بهش میگفتن استراید یک در یک. اما این استرایدها میتونن حالتهای مختلف دیگه هم داشته باشن. طبق این تصویر مثلا بعد اینکه اه، حاصل این رو به دست آورد، دو تا خونه بره جلوتر، پس استراید 2 در 2 مثلا اینجا استراید 2 حساب میشه. حالا منتها چون اینکه توی دو بود قرار این اتفاق بیفته، یعنی یه بار که محور ایکس ها چرخش داشته باشه، یه بار که بعد اینکه مثلا به تهش رسید توی محور ایگرگ ها قرار چرخش داشته باشه، در واقع مثلا حرکت رو به جلو داشته باشه، باید توی دو بود استراید رو تعریف کنیم. توی این مثال مثلا یه استراید 3 و 2 رو ما داریم که توی این تصویری که ما داشتیم بعد اینکه دو تا خونه رفته جلوتر توی محور ایکس ها، به تهش که رسیده دیگه، از اینجا که رسید دیگه جلوتر که نمیتونه بره، درسته؟ پس دوباره میاد به خونه اولش، دوباره یه کرنل رو دوباره میاره اول و این بار ارتفاعش باید، یعنی همون محور افقیش باید عمودیش رسید، باید 3 تا بیاد پایین‌تر و بهش میگن مثلا یه اسلاید 2 در 3. و خب اینجوری دیگه حساب شده دیگه. بعد اینکه مثلا این حاصل ضرب رو انجام داده، دو تا رفته جلوتر، حاصلش شده مثلا 0 در 0، 1 در 0، 2 در 1، 3 در 2 و مثلا حاصلش رو گذاشته اینجا و این بار که به تهش رسیده 3 تا اومده پایین. این هم از مفهوم اشتراک. پس تا الان این فرمول آوتپوت شیپی که ما اول اسلایدشونتون دادیم تا حدی تکمیل شد دیگه. و اینجوریه که توی این تصویر ما یه تصویر ورودی که داریم n در n، یه فیلتر هم داریم به سایز f در f. حالا یه پدینگی رو هم می‌خوایم اعمال کنیم. پدینگ مثلا همونطور که گفتیم اگه ولید باشه مقدارش میشه 0، اگه سیم باشه حالا باید یه مقداری واسش به دست بیاریم که همون مقدار شیپ ایمیج اصلی ما باشه. و یه استرایدی هم داریم که تعداد حرکاتی که بعد از انجام هر ضربی رو این کرنل ما داره، تا حرکاتی که این کرنل باید پیشروی کنه رو هم به دست بعد بیاریم و توی این فرمول بذاریم دیگه. این فرمول که گذاشتیم این الان مثلا به اضافه یکیش میکنیم و چون احتمال داره این استراید ما یه عدد اشاری تولید کنه، مثل همین مثالی که توی این تصویر وجود داشت، چون اینکه به تهش که میرسه الان مثلا اینجا میخواست بره جلوتر ولی این تیکه بهش اجازه نداد و مجبور شد دوباره بیاد پایین. به خاطر این یه کف هم اعمال میکنیم و این میشه کل فرمولی که واسه output shape ما داریم و این کل خلاصه ای از کانولوشن. خب حالا که کانولوشن رو یاد گرفتیم، بریم سراغ مفهوم پولینگ ها. پولینگ ها در واقع اونا هم از مفهوم کرنل در واقع استفاده میکنن و قراره
جزئیات مهم یه شکل رو بگیرن و در واقع جزئیات غیر مهمش رو دور بریزن و توی آوتپوت ما بذارنش. طبیعتا کاری که میکنه اینجوریه که قرار سایز ایمیج ما، یعنی تصویر اصلی ما، اینپوتمون کاهش پیدا کنه. شکل‌های مختلفی دارن پولینگ لیرها. یکیشون مکس پولینگه، مثلا از معروف باشه. یکیشون اوریج پولینگه. اینطوریه که ما کرنل مثلا 2 در 2 اگه اینجا داشته باشیم، میذاریمش روی تصویرمون دوباره. بعد میاد میگه ماکسیموم این معادی که توی این خونه ها وجود دارن چنده. اینجا مثلا یه 0 1 3 4 داریم، میگه ماکسیمومش 4. این رو میذاره توی آوتپوتمون. پس یعنی مهمترین خاصیت مثلا ویژگی اون تصویرمون رو توی خروجی ثبت کرد. بهش میگن مکس پولینگ. امکان داشت از اوریج پولینگ هم استفاده کنیم که اوریج پولینگ میاد میگه از این 0 1 3 4 اوریج بگیر. اوریجش رو که گرفتی توی این خونه بذاریش و دوباره همینجوری جلو میره و به این روالی که کانولوشن داشته یا مطابق اینکه از پارامترهای کرنل اون استفاده کنه، از خود همون مقادیر ورودی دو تا از مثلا فانکشن معروفش مکس یا اوریجشون رو میگیره و در خروجی ثبتش میکنه. کاری که در واقع اصل ما همونطور که اشاره کردیم قرار در اصل انجام بده اینه که سایزش رو تغییر بده و در واقع کنترل کنه سایزش رو. معمولا به خاطر اینکه مثلا می‌خوایم خاصیت خیلی مهم از یه تصویر رو بگیریم و سایز اینپوتمون رو کاهش بدیم، اینجوریه که مثلا از یه کانال 2 در 2 واسه مکس پولینگمون استفاده می‌کنیم و اینجوری سایزش نصف میشه، یا مثلا یه کانال 3 در 3 واسه استفاده می‌کنیم. پس معمولا چیزای خیلی رایجی واسه سایز پولینگ لیرها کرنل های 2 در 2 3 در 3، حالا بعضی وقت 5 در 5 مثلا و ویژگی مهمی تصویر رو میگیرن. و اینم یه تصویر حالا جالبه از یه سری فیلترها هستن، مثلا چون اسم گذاری هم واسهشون میکنیم دیگه. مثلا اینجا یه فیلتر گاوسیه که تصویر رو بلور کرده، این تصویر بلوری رو گرفته، بعد اینم ماتریس کرنل اون بوده و اینجوری خروجیمون بلور شده. یا مثلا از یه کرنل شارپر بخوایم استفاده کنیم، یه شارپر بخوایم استفاده کنیم، اون لبه ها رو تیز میکنه دیگه. به این تصویر اولی که گرفته از این ماشین، این لبه های ماشین ها یا الان اجسام مثل درخت و مثلا چیزهای مختلف تیزتر شدن. اینطوری بوده که خب این کناره هاشون -1 بوده و خب این چیزی که وسط بوده رو ضریب 5 بهش داده و قدرت بیشتری بهش اعمال کرده. اما با جزئیات بیشتر ها رو اگه بخوایم ببینیم چجوری کار میکنن، بیاین این سایت رو بررسی کنیم که سایت خیلی خوبه. بریم از کروم، از هیچ کس نمیخوایم استفاده کنیم. خب ببینید تو این سایت خیلی خوب داره همین چی رو نشون میده. این الان دقیقا همین ایمیج شارپری بود که شارپنی که ما داشتیم راجبش توضیح میدادیم. این الان مثلا یک کرنل 3 در 3 هستش دیگه، درسته؟ میاد اول، پس اگه میخوایم مثلا به صورت استراید 1 عمل کنیم، میاد اینجا اول اون ضرایب کرنل رو در تصویرمون ضرب میکنه، بعدش اینا رو با هم جمع میکنه، با حاصل شده 65 همونجوری که حالا من دیگه موسم تغییر ندادم که شما خودتون اینجا ببینید. بعد و حاصلش رو توی این خروجی گذاشته. بعد دوباره یه دونه مثلا اگه بخوایم بریم جلوتر، همینجوری این تصویر دونه دونه ضرب میکنه و این کل کاریه که از کانولوشن قرار انجام بده. این روالی که این موسم هم داره انجام میده. از فیلترهای مختلفی هم مثلا میشه استفاده کرد. مثلا الان این تصویر ورودی رو گرفته، خب تصویر به اندازه کافی واقعا خیلی کیفیت کمی داشته، ولی خب اینجوری الان تیز شده لبه هاش و تا حدی جبران شده. از طرفی مثلا میتونیم این ایمیج رو بلور کنیم. اینجوری بلورش کردیم، این یه نوع بلور دیگه است، بلور گاوسی، و خب الان خیلی تصویر دیگه واقعا ناواضح شده. اینجوری هم توی پایین ترش هم ما میتونیم حالا پارامتر رو خودمون دیگه تنظیم کنیم که مثلا من اگه همه رو -1 بذارم، اینا -1 بذارم، بعد مثلا اینش رو مثلا چه میدونم 8 میذاریم. خب اینجوری چیکار میکنه؟ اینجوری میاد به وسط تصویرمون توی اون پیکسل ها توجه زیادی میکنه، ولی به اطرافش، یعنی اطرافش رو ضریب خیلی کمتری میده. اتفاقی که افتاد، میتونستم مثلا اینو 0 بذارم ولی چون -1 گذاشتم، دلیل این بود که خواستم اختلاف خیلی زیادی بین اون لحظه‌ای که کرنل توی وسطی ترین پیکسلش هستش با بقیه داشته باشه. و اتفاقی که افتاد، خیلی اج دتکتور خیلی خوبی رو توی این تصویر الان ما میبینیم. و همین دیگه روال کار کرنل ها اینه که این کارا رو روی تصاویر انجام بدن که حالا انواع مختلفی دارن.
اینکه چطوری حالا کار میکنن، یه بار اگه برگردیم به اسلاید ها، من این رو از آقای اندرنج آوردم اسلاید رو. خیلی جالبه. مثلا نگاه کنید این تصویری که ما داریم، یه ماتریسی مثلا گذاشتن، طرف چپش کلا 10 و توی گری اسکیل اگه ما بخوایم اینو چک کنیم، خب وقتی 10 باشه یعنی روشن‌تره، پس اینجا مثلا سفیدتر میدونی. این ورش مثلا سمت راستش کلا سفیده و مثلا یه تصویر تقریبا سیاه یا توسی رو مثلا می‌ذاریم. اگه مثلا مقادیر منفی باشه توی این تصویر ما فرض می‌کنیم مقادیر منفی تر هم داریم و اونا مشکی تر هستن. حالا یه کرنلی رو ما اینجا داریم، به این کرنل یه کرنل اج دیتکتور در واقع، یه کرنل اج دیتکتور رو میدونیم که این در واقع میخواد بخش‌های عمودی تصاویر رو، گوشه هاش رو پیدا کنه. درسته؟ چیکار میاد میکنه؟ میاد سمت چپ تصویرمون رو بهش ضریب 1 میده توی این کرنل، وسط ها رو کلا 0 میذاره، سمت راست ها رو کلا منفی 1 میذاره. خب حالا وقتی ما این کرنل رو اعمال کنیم، اتفاقی که میفته اینجا مثلا، اینجا که کلا همه چی 10 بوده، خب اینا همه رو اینجا 10 میگیرن، اینا ضریب 0 میگیرن، اینا ضریب منفی 1 میگیرن. اگه اینا رو با هم جمع کنیم همشون میشه 0. خب یعنی هیچ تفاوتی نداره با چه چیزی، با چیزی که مثلا اینجا هستش. اگه همشون 0 باشه و دوباره همین فلتر رو اعمال کنیم دوباره میشه 0. تنها جایی این تصویر ما شدت میگیره که اختلاف هایی وجود داشته باشه. اگه دوباره مثلا کرنلمون به این منطقه برسه، یه اختلافی بین پیکسل سمت چپ و سمت راست وجود داره. درسته؟ اینجا الان مثلا 10، اینا 0. اگه ما این کرنلمون رو اینجا اعمال کنیم، میگه اینجا آقایان یه تغییر نوری رو، مثلا یه تغییر دنسیتی رو من دیدم، پس اینجا رو بهش مقدار میدم. یعنی این کار خیلی، یه روال خیلی جذاب و ساده بوده و اینطوری نورهای وسط، در واقع تصاویر بخش وسطی تصویرمون مقادیر بالا گرفتن، کناریاش صفر شدن و این تصویرمون اینجوری شده دیگه. این تصویر ورودیمون مثلا اینجوری بوده که سمت چپش صفر بود، سمت راستش مشکی بود، سمت راستش مشکی بود، سمت چپش سفید بود. حالا میاد به وسطی هایی که دچار تغییرات شده مقدار بیشتری داده و بقیه رو کلا میشکی کرده. این یه روال ساده از دیتکتور هستش که مثلا واسه این حالا این بخش عمودیش بود. ما میتونیم این تصاویر مثلا این فیلترها رو، این یک ها رو بذاریم این بالا، این منفی یک ها رو بذاریم اینجا و صفرها رو مثلا بذاریم این ور. اینجوری حالا میاد به صورت افقی تشخیص میده این مثلا تغییر روشنایی های تصویر رو. و خب حالا که همین روالش رو یاد گرفتیم، اگه بخوایم توی بخش همه این چیزایی که ما شما نشون دادیم، خب گری اسکیل بودن دیگه. درسته؟ اگه بخوایم این تصاویر رو، این کانولوشن ها رو روی تصاویر سه بعدی داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ روال کار تقریبا به همون صورته، یعنی فقط به جای اینکه اینجا الان مثلا 6 در 6 هستش، یه بعد دیگه هم بهش اضافه میشه که واسه سه تا چنل RGB مون هستش. طبیعتا وقتی که ما میخوایم یک کرنل رو دوباره روش اعمال کنیم، باید بعد سوم کرنلمون هم بهش اضافه بشه و بعد سوممون هم دقیقاً به همون اندازه‌ای باشه که تصویر اصلی داشته. پس اگه تصویر RGB داشتیم توی سه تا چنل، سه تا کانال، کرنل اون هم دقیقاً بعد آخرش باید مقدار 3 رو داشته باشه که سه تا چنل رو پوشش بده. و خب یه سری مقادیر میذاریم دیگه. مثلا اینجا اومده چیکار کرده؟ اومده گفته واسه بعد قرمزش من یه دیتکتور اینجوری میذارم و بقیه‌شون رو صفر میذارم. خب پس یعنی اینجا این که فیلتری که ما میخوایم اعمال کنیم میاد فقط قسمت های قرمزی تصویر رو، مثلا اون بخش های حالا این تصویر دیگه افقی دیگه، اون رو تشخیص میده. و یا مثلا یه فیلتر دیگه میومد گفته همه رنگ ها رو من میخوام تشخیص بدم، HR. و در نهایت بعد اینکه این اعمال شد، بعد اینکه این ضرب‌ها رو انجام داد، یه نکته مهمی که یعنی متفاوته و جدیده نسبت به حالت گری اسکیل اینه که حالا که این ضرب‌ها رو انجام داد، همش رو باید با هم جمع کنه. یعنی مثلا قبلا اگه یه تصویر رو اینجا مثلا مال یک صفحه رو ما جمع می‌کردیم با هم، الان قرار کل صفحاتی که توی اون کرنل ها قرار ضرب بشه همه رو هم جمع کنیم و حاصلش رو می‌ذاریم توی یه دونه تصویر جدید. اما خب نکته‌ای که وجود داره اینه که این فقط یکی از کانال ها رو، یعنی در هر صورت بعد اینکه همه اینا رو ما جمع کردیم که بعد سوممون یک کانال تولید میشه. شاید ما می‌خوایم چندین تا کانال داشته باشه بعد آخرمون،
مثل همین تصاویر RGB که مثلا توی 3 کانال بود، خواستیم یه سری کانال دیگه هم داشته باشیم. چیکار کنیم؟ خب فیلترهای مختلف رو اعمال کنیم. یعنی اینکه مثلا الان اینجا یه تصویر RGB که داره 3 کانال هستش رو داریم، یه فیلتر روش اعمال میکنیم. این فیلتر هم دقیقا توی 3 بعده و یه تصویر 4x4 رو واسه ما تولید میکنه. یه فیلتر دیگه رو هم دوباره از این ور اعمال میکنیم. اینجا هم دوباره یه تصویر 4x4 تولید میکنه و همونطوری که مثلا اینجا 3 تا کانال ها روی هم استک شدن، ما هم حاصل خروجی های هر کدوم از کانولوشن این فیلترها رو که مثلا یه حاصل یه تصویر رو ایجاد کردن با هم یه استک میکنیم. اینا رو که استک کردیم و دیگه همه چی رو روی هم گذاشتیم، مثلا این چیزی شبیه این تصویره، بهش میگیم چی؟ بهش میگیم فیچر مپ. یعنی پس خروجی که از چندین تا فیلتر تولید کردیم با استفاده از کانولوشن، فیچر مپ، مفهوم فیچر مپ رو واسه ما تولید میکنه. و اینکه یه نکته ای هم که داره، واقعا یادم رفت چی بود. البته مثلا توجه کنید، چون شاید این اشتباه تو ذهنتون رخ بده که ما اگه اینا رو مثلا 3 تا فیلتر بذاریم و اینا رو استک کنیم، مثلا توی بود آخرمون 3 تا کانال داشته باشیم، انتظار اینو داشته باشیم که اگه اینو بدیم به یه تفسیر کننده RGB که بخواد شکل رو به ما دوباره نشون بده، رنگ‌هاش مثلا درست باشه. چون اینکه اینا هر کدومشون جداگونه اومدن یه کارایی رو انجام دادن. وقتی اینا رو استک می‌کنیم، مثلا اینجا شاید 2 تا کانال داشته باشه. وقتی یه کانال 2 تا کانال داشته باشه، طبیعتا یه تصویر کننده درستی واسش نداریم که بیاد یه عکسی رو بگیره که 2 تا کانال داره و مثلا یه شکل دلخواهی مثل شما رو تولید کنه. ولی خب اینا صرفا یه سری ویژگی‌های خاصی رو دارن که حالا در ادامه که ما اگه بخوایم راجع به نورال نتورک صحبت کنیم، ازشون استفاده های خیلی خیلی مفیدی میشه. یه نوع مثلا تفسیری که میتونیم داشته باشیم اینه که مثلا فیلتر اول بیاد گوشه ها یا مثلا خط های عمودی رو تشخیص بده، یه نوع فیلتر دیگه بیاد خط های افقی رو تشخیص بده و مثلا اینا هر کدومشون یه لایه رو بسازن با اون جزئیاتی که دارن، مثلا اون جزئیات خودشون رو هایلایت کردن و مثلا میدیمش به یه لایه بعد و مثلا هر کدومشون دیگه توی یه گری اسکیل شاید بشه نمایششون داد، ولی همه رو با هم طبیعتا نمیشه. خب حالا که راجع به کانولوشن صحبت مفصلی رو داشتیم، من خواستم یه مقدمه خیلی کوتاهی هم از نورال نتورک بهتون بگم، همین که متوجه بشین کاربرد کانولوشن چقدر توی نورال نتورک ها مهم هستش و چه استفادههایی ازش میتونیم بکنیم. این بخش از درس زیاد مهم نیست اینکه یادگیری داشته باشیم و ما ازش نمیخوایم چیز خاصی بیاریم، ولی صرفا واسه درک بهتری از این موضوع واسه شما هستش. چون نورال نتورک ها اگه در واقع این یه تصویر یه نورون، این دایری که شما می‌بینید شبیه سازی هستش که یه سری ورودی میگیره مثل حالا همون نورون های مغزی و بعد اینکه یه تغییراتی رو در اون اعمال کرد، یه خروجی رو قرار به ما بده. از این به این کلا یه نورون میگیم که یه سری ورودی حالا گرفته. بعد این W هم حالا پارامترایی هستن که در ورودی ها ضرب میشن. مثلا اینجا اگه x1 x2 و x3 رو گرفتیم، در 3 تا پارامتر W ضرب شده و حالا با یه بتایی جمع میشه و یه خروجی رو به ما میده. حالا که مثلا از این میتونیم واسه پیش بینی قیمت خونه ها استفاده کنیم که تصویری خیلی ساده یا ریسرچ دار استفاده کنیم و خب حاصل اجتماع چندین تا نورون رو اگه ما با هم روی هم بذاریم، اینجوری یه شبکه عصبی ساخته میشه که یه عالمه نورون توشه. این نورون ها به هم وصلن. توجه اینجا داشته باشید که مثلا اینجا x1 تا x4 ما یونا ورودی هستن، باید به تک تک نورون هامون وصلش کنیم. این شبکه‌ای که شما می‌بینید اسمش رو گذاشتم فولی کانکتد نتورک. لطفا از این اسامی صرفا میگم که ما سخت نگیرید و من فقط میخوام یه توضیحات خیلی کوتاهی رو داشته باشم. همه این نورون ها که از ورودی یه اطلاعاتی رو میگیرن، از همین ورودی ها بعد اینکه خروجی روشون رو تولید میکنن، بعد به تک تک نورون های بعد، لایه بعدی هم دوباره همین خروجی هاشون رو بدن. حالا مشکلی که وجود داره اینه که شما اگه بخواید مثلا یه تشخیص مثلا یه تصویری رو شما بگیرید و شبکه عصبیتون قرار باشه که تشخیص بده که مثلا این تصویر یه گربه هستش یا نه، توی یه تصاویر ساده که ابعاد کمی داره، مثلا توی این عکسمون 64 تا 64 تا 4 پیکسلیه. خب اگه همینا رو حالا در 3 کانال
RGBش هم ضرب کنیم اینجور عددی به دست میاد دیگه. این از خود اسلاید اندرنج که 12,000 پارامتر داره. اینا رو مثلا خب تک تکش رو به همین نورونا بدیم تا تشخیص بده که این یه گربه است. حالا همین هم حالا خودش بالاخره سختی خودش داره، اما خب با پیشرفتایی که داشتیم میتونیم اینو حالا با یه پیچیدگی خوبی کمتری این کار رو انجام بدیم. یعنی انجام که پیشرفتای سخت افزاریمون بعدی بوده که بتونیم انجام بدیم. ولی خب وقتی که تصاویر کیفیت بالاتری دارن چیکار کنیم؟ الان این عکسی که شما می‌بینید اگه کل پارامتر رو شما بخوایم به دست بیاریم به 3 میلیون پارامتر داره واسه این عکس گربه. خب واقعا به صرفه نیست که همه تک تک این پیکسل ها رو دونه به دونه به این شبکه عصبی خودمون بدیم و تک تک نورون ها بیان با استفاده از برداشتی که از این تک تک این نورون ها داشتن، تک تک پیکسل ها داشتن، یه خروجی به ما بدن. اینجاست که مفهوم کانولوشن خیلی خودش رو نشون میده. کانولوشن چیکار میکرد؟ میگفت من یه کرنل دارم مثلا از اینجا تا اینجا شو برمیدارم، یه کاری رو انجام میدم، یه برداشتی رو ازش دارم و یه خروجی تولید میکنم. با این حرکت اگه ما بخوایم توی این عکس حالا یه درکی از کانولوشن داشته باشیم، اینجا مثلا دوباره یه عکس حالا گوره خری هستش و خب این رو یه کرنلی داره مثلا حرکت میکنه روی این عکس و یه خروجی تولید میکنه. وقتی که چندین تا کانولوشن رو پشت سر هم بذاریم، اگه توجه کنید که همینجوری عمق شبکه‌مون داره بیشتر میشه، این همون بعد سومش بود که داشت عمقش رو بیشتر میکرد توی کانال‌های دیگه، باعث میشه که خب اون ویژگی های اولیه‌ای که از تصویر داشت و ما به صورت خیلی جامع تری توی شبکه کانولوشنی داشته باشیم. اون ویژگی هایی که ما میخواستیم رو درک کنیم و توی آوتپوتمون ثبتش کنیم و در نهایت اینا رو به لایه های شبکه عصبی فولی کانکتد ها میدیم. پس اینا CNN مون هستن، یه فیچر مپ ازش ساخته میشه توی هر مرحله‌مون و در نهایت اون فیچرهایی که ما داریم رو به دوباره همون فولی کانکتد نتورک ها میدیم. اما در عوض خب دیگه اینجا تعداد ورودی هایی که به فولی کانکتد نتورک دادیم، یعنی همین اینجایی که یه عالمه نورون به همشون وصل هستن و اینا فولی کانکتد نتورک هستن، اینجا دیگه ورودی خیلی کمتری میگیره و خروجیاش هم طبیعتا کمتره و یه ذره کار محاسباتی ما رو آسان تر میکنه. اینجا این کاربرد خیلی خوبیه از کانولوشن که خیلی دوست داشتم اینو واسهتون بگم. که خب اگه بخوایم حالا یه مقدار بیشتر درک شهودی از قضیه داشته باشیم که این حالا نورال نتورک چیکار میکنه، پیشنهاد میکنم این سایت رو هم چک کنید. CNN Explainer که حالا یکی درستش کرده، خیلی سایت جالبیه. مثلا اینجا یه اینپوت بهش میدیم، اینپوت تصویر همین چیزامو، مثلا یه دونه چای اینجا خودش گذاشته، همون پیشنهاد خودش رو میدیم. توی سه تا کانال قرمز، سبز و آبی هستش، اینا رو میخواد به شبکه‌مون بده. مثلا این که الان میخواد بره وارد شبکه بشه، این بخش CNN شه. میبینید که وقتی روش کلیک میکنید مثلا چجوری داره همشو این کرنلمون حرکت میکنه روی تصویرمون، با یه بایاسی جمع میشه و مثلا حالا تصویری که دوست داره رو ایجاد میکنه و اینو به لایه‌های بعدی میده، همینجوری به لایه‌های بعدی میده. حالا این اکتیویشن فانکشن هایی هستن به اسم ریلو و اینا هم نمیخواد اصلا هیچ دانشی فعلا داشته باشین، بعدا خودتون متوجهش میشین توی درس‌های دیگه. و اینا هم مثلا اینجا هم مکس پولینگ استفاده کرده. مکس مثلا هر کرنل هایی که اینجا مثلا اگه توجه کنیم من روی این 4 تا پیکسل چیز کردم، فوکوس کردم، مثلا ماکسیممشون شده 4%، اون بعد اون رو ثبت کردیم. مثلا اینجا فیچرهای مهم میشه دیگه میگیره. اینجا مثلا اومده اونی که 36 صدم از همشون بیشتره رو اون رو آوتپوت به عنوان آوتپوتش گذاشته و خب اینپوتش مثلا نگاه کنید 60/60 بوده، آوتپوتش 30/30 بوده. به خاطر چی بوده؟ بخاطر اینکه استرایدش 2/2 بوده، در تقسیم بر 2 شده. و در نهایت اینا رو هم که همه رو استفاده کرد، در نهایت خیلی آوتپوت اون رو چقدر شیبش کم شد. اینجا مثلا 13 بوده، در حالی که عکس اصلیمون فکر کنم 128 بوده، نه 64 بوده، 64 بوده که به 13/13 تبدیلش کرده توی 10 تا کانال. حالا اینا رو به شبکه عصبی فولی کانکتد میده و سعی میکنه تشخیص بده که مثلا این چه چیزیه. مثلا اینجا تشخیصی که داده گفته به احتمال خیلی بالایی این یه اسپرسو هستش، چای هم نبود، بس اسپرسو بود. این رو هم پیشنهاد میکنم ببینید، لینکش رو هم میذارم. و این بود دیگه. بعد یه حالا توضیحی که وجود داره، همین این حرکاتی که انجام میده رو به جلو که داره حرکت میکنه شبکه ما، یه سری فیچرها رو میگیره، بهش میگیم که
فورواردینگ شبکمون. خب وقتی که شبکه میخواد یه چیز رو یاد بگیره، باید بیاد از این تشخیصی که داده مشتق بگیره. حالا یه سری حرکات رو انجام میده که اصلا مهم نیست الان بدونیش، و بعد اینکه میاد این پارامترها رو آپدیت کنه بهش میگن حرکت بک پروپاگیشن. بک پروپاگیشن کاری که قرار بکنه دوباره بیاد این کرنل هایی که اول حدس زده رو بیاد یه بار دیگه از اول تغییر بده. چون اینجوری بود که ما وقتی مثلا یه فیلتر اجیتیشن رو گذاشته بودیم مثلا با این مقادیر، مثلا اینجا گفته بودیم این فیلتر اجیتیشنه، خب شاید ما نخواهیم واقعا اچ دیتکشن باشه دیگه، بخوایم خود شبکه‌مون این رو بفهمه، مثلا شاید پارامترش نباید واسه مثلا اون چیزی که اون میخواد این مقادیر بشه. خب پس اول میایم مقادیر این کرنل هامون رو یه چیزای رندوم میذاریم، نه اصلا چیزایی نیستن که الان شما بخواید بدونیش، ولی صرفا خواستم بدونید که یه چیزای رندومی واسش میذاریم. توی فورواردینگ شبکه‌مون از اون پارامتر استفاده میکنه، حدسش رو بزنه، بعد اگه اشتباه بود بعد در واقع طبق اون میزان اشتباهی که داشته میاد مشتق میگیره و پارامترهای این کرنل هامون رو آپدیت میکنه، و همچنین حالا پارامترهای نورون هامون که فولی کانکتد. ما چیزی که از شما میخوایم انجام بدید اینه که بخش این شبکه CNN مون اینجایی که کانولوشن داره انجام میده و فقط بخش فورواردینگش رو طبق حالا چیزایی که توی پروژه گفتیم انجام بدیم دوستمون. حالا توضیحات بیشتری رو میدیم بعدش دیگه بک پروپاگیشن هم دیگه توی درسای دیگه شما قرار یاد بگیرید. بعد از اینکه حالا کانولوشن رو توی شبکه‌های دیگه هم دیدیم، یه چیز دیگه ای رو هم که بخوایم به عنوان آخرین مبحث این ویدیو در نظر داشته باشیم، حالا فوریر ترانسفورم از ایمیج هستش. ببینید تا الان ما میومدیم که واسه پروسه کردن یه دونه عکس میومدیم که کانولوشن رو با استفاده از یه سری کرنل های مشخصی که مثلا یاد گرفته بودیم اعمال میکردیم و یه سری فیچرها رو بعد در می‌آوردیم. اگه توجه کرده باشین خب توی همین کار ما این کرنل باید دائما از اول تا آخر ایمیج حرکت میکرد و شاید بتونه پیچیدگی بالایی رو هم بازم داشته باشه. کاری که دانشمندان خب کردن این بود که خب بازم این رو هم پیچیدگیش رو کاهش بدن. اینجاست که مفهوم فوریر ترانسفورم به کار ما بیاد. این چیزیه که خب شما توی درستون خوندین. فوریر ترانسفورم واسه سیگنال های یه بعدی هستش، سیگنال یه بعدی گسسته، و همین مفهوم ما به دو بعدی هم انتقال میدیم، وصلش میدیم در واقع و اینجور فرم میشه. دقیقا همونه، یعنی هیچ فرقی نداره، صرفا یه پارامتر دیگه هم اضافه شده واسه بعد دومش که اینجا توی ایمیج ها خیلی کاربردیه. چرا حالا این میتونه کار رو واسه ما آسون کنه؟ دلیلش اینه که خب توی کانولوشن میومدیم تک تک پیکسل ها رو در هم توی فیلترمون ضرب می‌کردیم و دوباره میرفتیم جلوتر، درسته؟ و این کلا خاصیت کانولوشن اینه که اینجوری باشه. اما توی فوریر ترانسفورم همونجوری که شما میدونید وقتی که تبدیل فوریه میگیرید از یه سیگنال، کافیه اون فیلتری که شما میخواین اعمال کنید از اونم یه تبدیل فوریه بگیرید و بعد از اون کافیه فقط این رو در هم ضرب کنید و به این صورت انقدر عملیات شما پیچیدگیش کاهش پیدا میکنه و این یه در واقع پیشرفت خیلی بزرگی بود واسه پردازش تصویر. همونجور که مثلا اینجا میبینید ما این تصویری که از یه گل توی گری اسکیل داریم این رو فوری ترانسفورمش رو گرفتیم و این شده. این البته مثلا این سری بایاس هایی وجود داشته، ما این رو شیفت دادیم و همشون رو مثلا این بعد اینکه حالا شیفت رو انجام دادیم این فرکانس پایینش به اون نقطه وسط تصویرمون رفتن. هر چقدر وارد مناطق مرکزی تصویر میشیم توی این تبدیل فوریه گرفتن از یه عکسی و در نتیجه مثلا دیدن نتیجهش این تصویرمون، هر چقدر مناطق مرکزیش ما نزدیک بشیم فرکانس های پایین ترش رو به ما نشون میده و توی اطراف این فرکانس های بزرگترش رو و در واقع فرکانس های بالاترش رو به ما نشون میده. حالا ما اگه بخوایم یه فیلتری رو روش اعمال کنیم، مثلا من میخوام فرکانس های پایین این عکس رو بگیرم، درسته؟ این کاری که بخوام انجام بدم اینه که همه تصویر رو سیاه میکنم، خب اون نقطه وسطی همونجوری که گفتم فرکانس پایین رو نگه میداره، اون تیکر سفید میکنم. حالا کافیه این رو در این تصویر ضرب کنم. حاصل ضرب اینها رو حالا یه شکل دیگه تشکیل میده که اگه از اون اینورس فوریر ترانسفورم بگیرم
شکل نهاییمون ایجاد میشه، یه تصویر بلور شده است و که فرکانس بسیار پایینش رو داره، اما فرکانس بالاش که میتونستن اون بخشای اجش رو تشکیل بدن رو خوب نگرفته، چون اصلا وجود نداره توی تصویرمون و بخاطر این تصویر به این طریق چیز شده، بلور شده. یا مثلا اگه ما بخوایم از بند پس فیلتر استفاده کنیم، چون یکی از چیزهای دیگه که ما از شما خواسته بودیم که این تمرین استفاده از بند پس بود. بند پس خب اینجوریه که میاد یه بازه ای از فرکانس ها رو نگه میداره، درسته؟ دوباره پس این تصویرمون رو اگه ما داشته باشیم، نقاط اولیه یعنی در فرکانس پایین تصویر رو ما نمیخواستیم، از یه حدی مثلا فرکانس، حالا مثلا نمیدونم یه عددی دیگه اینجا هستش 30 تا مثلا 60 اگه در نظر بگیریم، اونا رو نگه میداره، ضرب میکنه و در نهایت تصویر حاصل رو دوباره اینورس فوریه میگیره و مثلا اینجور شکلی به وجود اومد. اگه بخوایم دوباره مثلا های پس باشه، همونجوری که دوباره توی تمرین خواسته بودیم، شما کافیه از یه ترشوردی به بعد فرکانس ها رو نگه دارید و این طریق ما فوریر ترانسفورم رو واسه ایمیج پروسسینگ هم داریم. این کلیت مباحثی بود که توی این تمرین برای شما لازمه که شما در واقع بتونین ازشون دانشی داشته باشین تا بتونین توی این تمرین ازش استفاده کنید. امیدوارم ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. تلاش زیادی شد که بتونیم مباحث مهم و کاربردی که توی این تمرین ازش استفاده میشه و در واقع کاربردشون توی دنیا واقعی هم وجود داره رو واسهتون بگیم و همین دیگه. فعلا خسته نباشید و امیدوارم که پروژه رو به خوبی بتونید بزنید.